Baby, come to Mazar. از ما که بود بابای ما مولوی صاحب بود، مولوی صاحب عبدالله کلکانی نام داشت. با او سر هر بچه خود گفته بود که نواسه ما باید حافظ قرآن شه. در ظرف 2 سال حافظ قرآن شد. حافظ قرآن شدید. خانه چند نفر حافظ هستی؟ در خانه شکر خدا که خودم یک بیادرم است، یک بچه کاکایم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين امين برحمتك يا ارحم الراحمين. سلام علیکم. خوب هستین؟ خیر و خیرت بخیر هستین؟ خوش آمدین به مزار شریف. بخیر باشید. امی منطقه را چی یاد میکنید؟ خوب دکوریشن که هستی منطقه را کده، این منطقه را چی میگه؟ در کدام وقت جور شده؟ این منطقه در دروازه بلخ موقعیت داره. نامی از این مارکت که است مزار هتل نامگذاری شده و در این مارکت فعالیت های بیشترش صرافی است، همراه مارکت دوا ادویجات است که بیشتر در اینجا ادویجات فروخته میشه. در سطح شمال البته بزرگترین مارکت ادویه در اینجا حضور داره، همراه صرافی های سطح شمال تمامش اینجا می باشه، مرکزش. البته مارکت رشد خود داشته در بین مردم، از نگاه زیباییش، از نگاه مکان تجاریش بسیار خوب است. سهولت های بیشتر برای مردم شهر مزار شریف و سطح شمال ایجاد کرده. یک علمی ها با هوایش مسئلهش هست که نه بادش معلوم است نه شمالش معلوم است نه چیزش معلوم نیست. قد مزار دغه خواړه کنه مشهور خواړه چی دي؟ روزای د منتوی دغه دی مشهور دی، نور پلاوی دی، قابلی پلاو. مزار کې بغیر د روضې څخه نور کوم ځایونه دي ښایسته د لیدلو لپاره سړی لاړ شي؟ خایسته در لیدو ځای دشت شادیان ده که هغه که ځای نه لري. نور پستهزار ده، پسته مزار، همداسې ډېر ځایونه دي لکه هغه خاطر حیرتان باندې. دیګونه و. قرآن شریف است که توسط 20 قلم نوشته شده، بسیار قدیمی است. جناب قرآن شریف ها ترجمه مختلف فرانسوی، جرمنی، هلندی، تایلندی، انگلیسی ترجمه شده و اینجا گذاشته شده. همچنان قرآن شریف 420 سال قدامت داره و قلمی است. یک تن از علمای ما نوشته کردن و در حوزه شریفی استفاده میکردن وقت قرآن شریف چاپی نبوده. بعد از او که قرآن شریف های چاپی آمده با اینا جمع شد و من حیث یک تاریخی در موزیم و کتابخانه جابجا شد.
دوستای عزیز، در برنامه امروزی آمدیم به ولایت زیبای مزار شریف، ولایت بلخ، شهر مزار شریف. ما در روضه حضرت علی رضی الله عنه موقع داریم. اینجا روضه حضرت علی رضی الله عنه است که خیلی مردم سیاحین از کشورهای خارج به اینجا به خاطر این روضه، به خاطر زیارت کردن این روضه میاد. شما تصاویر زیبای مزار شریف ببینید تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. کمال تاکچی سلطان سنجر طبق همون خوابی که میبینن اول نه یک مقبره به شکل همون ابتدایی میسازن، بعد در زمان سلطان حسین بایقرای باز تعمیرهای اساسی در دوره تیموریان آغاز میکنن. خواب است اصلا سلطان سنجر دیده. سلطان سنجر هم طبق الهامی که از خواب میگیرن، طبق الهامی که میگیرن اینجا میاین سنجر سلجوقی یک چیزی که یک زیارتگاه بار از در سال 12 میلادی در ایام حمله مغولی از بین میره و دوباره در دوران سلطان حسین بایقرا و دستوری از او باز پس دوباره جنازه کنی شروع میشه. آبادی که شما میبینید دیگه یعنی میتونه که کتاب پیدا کنم و برم کتاب داشتن میتونم اگر بود میتونم اگر نبود میتونم کتاب ما داریم که مدرسه داریم که این کتاب ها استفاده میکنم مرد قلمی کتاب قلمی که دیگه مطالعه نمیکنم نه خیر نی نه خیر نی اداری شما بشناسیم اول حفظ الله که رئیس روضه مبارک هستند، یعنی امداد الباری و همچنان تفسیر، تدبر و عمل این کتاب ها اینجا مطالعه میشه و کسایی که از این کتاب ها مخمندان این کتاب ها استفاده میکنن و همچنان قرآن شریف ها ترجمه های مختلف فرانسوی، جرمنی، هلندی، تایلندی، انگلیسی ترجمه شده و اینجا گذاشته شده. همچنان قرآن شریف ها 120 سال قدامت داره و قلمی هست. یک تن از علمای مستقران در حوزه شریفی استفاده میکردن وقت قرآن شریف چاپی نبوده. بعد از اون که قرآن شریف های چاپی آمده و اینا جمع شد و من حیث یک تاریخی در موزیم و کتابخانه جابجا شد. قرآن شریف هایی که توسط 20 قلم نوشته شده، بسیار قدیمی است.
فضلالله که رئیس روضه مبارک هستند، یعنی امداد الباری و همچنان تفسیر، تدبر و عمل. این کتاب ها اینجا مطالعه میشه و کسایی که از این کتاب ها علاقه‌مند از این کتاب ها استفاده میکنن. و همچنان قرآن شریف ها ترجمه های مختلف، فرانسوی، جرمنی، دیگه آلندی، تایلندی، انگلیسی ترجمه شده و اینجا گذاشته شده. و همچنان قرآن شریف ها 120 سال خدمت داره و قلمی هست. یکتن از علمای ما نشته کردن و در روضه شریف استفاده میکردن وقت قرآن شریف چاپی نبوده. بعد از که قرآن شریف های چاپی آمده و اینا جمع شد و من حیث یک تاریخی در موزیم و کتابخانه جابجا شد. ما در ولایت زیبای مزار شریف هستیم. برادر ما استاد است. این منطقه که از بسیار یک نمای خوب داره. البته ما در شو که آمدیم شو بیخی نما داشت. دیگه از طرف پیروز هم که آمدیم درباره از این ما دیگه برادر اینجا دکانش هم است، معلومات هم خدا. سلام برادر. سلام علیکم، وقت شما بخیر. امید خوب و صحتمند و سریال باشین. خوش آمدین به شهر مزار شریف. بخیر باشی برادر جان. اول اگه خود معرفی کنی. اسمم لطف الله صمیم است، از کارمندای شرکت افغان آریانا ثانیا موتورسیکلت. لطف الله جان، همین منطقه را چی یاد میکنید؟ خوب دکوریشن که است این منطقه را کده، این منطقه را چی میگه؟ در کدام وقت جور شده؟ این منطقه در دروازه بلخ موقعیت داره. نام از این مارکت که است مزار هتل نامگذاری شده و در این مارکت فعالیت‌های بیشترش صرافی است، همراه مارکت دوا ادویجات است که بیشتر در اینجا ادویجات فروخته میشه. در سطح شمال البته بزرگترین مارکت ادویه در اینجا حضور داره، همراه صرافی‌های سطح شمال تمامش اینجا میباشه، مرکزش. البته خودت هم کسی باشنده مزار هستی؟ بله، خود ما در اصل باشنده مزار شریف هستیم. برادر جان عزیز، این در کدام دولت جور شد یا پیش از این مارکت که از بنیادش در وقت صورت گرفت که اینجا سابق کنسولگری بود. کنسولگری وقتی از افغانستان، کنسولگری آلمان رفتن، از کوچ کردن رفتن در کشور خودشان رفتن و این مارکت زمین دولتی است. چند تن از تجارا دست یکی کردن این مارکت اجاره گرفتن و از دولت اجاره گرفتن البته و به مرور زمان را آباد کردن، در خدمت مردم قرار دادن که بتونن تجارت کاروبار خود اینجا رونق بدن. بسیار یک منطقه جذاب و دیدنی است. چطور از بازارها چطور است؟ بازارها انشالله خوب است. رشد خود کده، مارکت رشد خود داشته در بین مردم. از نگاه زیباییش، از نگاه مکان تجاریش بسیار خوب است. سهولت‌های بیشتر برای مردم شهر مزار شریف و سطح شمال ایجاد کرده. کسی که یک کاروبار داشته باشه، به یک جای نیاز داشته باشه، مثل دفتر، مثل یک جایی که بتونه کاروبار خود رونق بده، بسیار یک مارکت عالی است. بخیر باشیم جان. ما خو از کابل آمدیم. این اولین بار ماست که ما به شهر مزار شریف میریم. امی غذاهای مشهور امی مردم مزار چی است؟ غذای مشهورترین غذای مردم مزار شریف قابلی است. بخصوص سطح شمال قابلی می باشه و منتو میتونن نوش جان بکنن، قابلی میتونن نوش جان بکنن و غذاهای که فصلی است دیگه. بعضی غذاهای داره فصلی است و مهمترینش هم منتو قابلی است که مردم بسیار دوست داره و نوش جان میکنن. ما خودم که دیدم بین ولایت‌های شمال که دیدم امی شهر مزار شریف بسیار یک زیبایی خاص داره و بسیار پیشرفت کرده. علت از چی خود میتونه بوده باشه که چطور پیشرفت کرده بین این ولایت‌ها که است پیشرفت کرده؟ امیر اگه ما میتونی گفته شهر مزار شریف اگر عمده ترین عاملش به نظر بگیریم تجارایی است که در مزار شریف وجود دارن و فعالیت میکنن و مارکت میسازن و تجارت خود از اونجا رونق میتن. یکی از دلایلی است که شهر مزار شریف تانسته پیشرفت بکنه و با آبادی برسه و ما خوش هستیم تا به فعلا خو اما قدر آباد شده که کفایه مردم شهر مزار شریف بکنه و از این هم بیشتر توقع داریم که شهر ما آباد شوه و شهر ما زیبا روز به روز شوه و انشالله کار صورت بگیره. از این بهتر هم میبینین. بخیر باشی. صمیم جان، کدام مردم دیگه بیدو باش میکنه، از کدام اقوام دیگه بیدو باش میکنه؟
مزار از جمله محدود شهرهایی است که تمام اقوام در اینجا حضور دارند، از برادران پشتونی ما گرفته تا برادران تاجیکی ما تا برادران هزاره ما، تمام ازبک ما، تمام اقوام ما در مزار شریف وجود داره. من حیث شهروند در اینجا زندگی میکنن و همبستگی بسیار خوب داریم. اقوام مثل برادر هستیم، وطن از ماست، شهر از ماست، تمام ما مثل برادر هستیم، در اینجا زندگی میکنیم و بسیار یک همبستگی عالی دارن. از این نقطه شهر مزار شریف بسیار خوشم میآید که یک همبستگی بین اقوام در شهر مزار شریف وجود داره. بالکل امی ما می خاطر آمدیم تا امی تصویر مثبت مردم مزار شهرهای شمال با دیگه ولایت‌ها انتقال بودن، دیگه ولایت‌ها را دیگه انتقال بودم. بخیر باشید صمیم جان، بخیر باشید. خوش آمدین به شهر ما، بیاین همراه ما مهمان شوین. بخیر باشید. جای ما میجه از شهر ما میجه از به شهر ما خوش آمدین. شما را بازم خوش آمدید میگم. خوش باشید، بخیر باشید. در این بسته شمال افغانستان، در این بسته افغانستان که بردی مردم شمال خیلی میمان دوست هستن. هر جا که رفتیم میگه بای بخیر باشید صمیم جان، بخیر باشید، بخیر باشید. دوستان عزیز، شما تصاویر زیبای شهر مزار شریف می‌بینید تا پایان برنامه ما را مرور کنید. هموطنان عزیز، اینجا شهر مزار شریف است و با دوستای ما سلام می‌دارم. سلام علیکم. خوب هستین؟ جان خوب هستین؟ بخیر. سلام به اول سلام به خودتان، سلام به بیننده‌ای که از پشت تلویزیون ما را همراهی میکنن و بیننده هستن. یک سلام خاص به خودت عطا جان خانم. بخیر باشی، بخیر باشی. تلویزیون نیست، یوتیوب. سلام می‌دارم. سلام علیکم. خوب هستین؟ خیر و خیرت، بخیر هستین؟ بخیر خوش باشید. آمدین به مزار شریف. بخیر باشی. با قربان. اجازه ما کنیم بیادر یک مصاحبه داشته باشین بیادر. امرایتم باز ان شاء الله. خوب است ان شاء الله. شکر بخیر باشید. نمی دوستا اول خودم معرفی کنی. اسم است نجیب الله، فرزند شاه حبیب الله، باشنده مزار شریف هستم. از اصل از کلکان شریف هستیم، بعد از پیدای ما ولی نمیجا از شهر مزار شریف. نجیب جان، مصروف چی کاربار هستید در شهر مزار شریف؟ در شهر مزار شریف نمیجا یک میز صرافی است در پیش مزار هتل. اینا سراب هستی دیگه، ما پیسه دار تجار هستی دیگه. نه پیسه کو پیسه. تو شکر خدا. مکتب میخونی؟ بله، صنف 11 هستم در مکتب صدیق افغان. خب صدیق افغان. مکتب دولتی است. دولتی است. بله. دوستا گفت که نجیب جان که از حافظ قرآن هم است. بله. گفت براتون تلاوت میکنه که دوستا یک تلاوت هم کنی که صدای زیبای تا که است دیگه می یوتیوب کانال ما باشه. مشکل نیست. یک تلاوت کو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. امين برحمتك يا ارحم الراحمين. ماشاءالله بارک الله، جزاک الله. چی یک آواز مقبول، چی یک صدای مقبول. نجیب جان، این حافظ قرآن که حافظ هستی، چقدر وقتی را یاد گرفتی؟ چقدر وقت میشه که حافظ شدی؟ از وقتی که مدرسه شروع کردم ظرف 2 سال حافظ قرآن شدم. حافظ قرآن شدی. اینا نجیب جان، ان خیرش به ما رسید، ان تلاوت شما شنیدیم، ان خداوند پدر از رحمت کنه، خداوند پدر کلانا از رحمت کنه که با این رقم اولاد به جامعه تقدیم میکنه. تشکر نجیب جان، بخیر باشی. از ما که بود
مطاولا جان قند از ما که بود بابای ما مولوی صاحب بود. مولوی صاحب عبدالله کلکانی نام داشت. با او سر هر بچه خود گفته بود که نواسه ما باید حافظ قرآن شد. خب این دیگه شما در خانه که دیگه کلتان حافظای قرآن هستید بله. از هر خانه. بله. در خانه چند نفر حافظ هستید؟ در خانه شکر خدا که خودم یک بیادرم است یک بچه کاکایم. خب باز زمیجا خواندین نورا؟ بله بله. در کدام مدرسه باز؟ الحاج استاد صاحب قاری صاحب جاوید احمدی. جاوید احمدی. تشکر نجیب جان بخیر باشید. بخیر باشید. میمون ما شیم الله تعالی به خدا. سلامت باشید. می مزار که از خیل ممانواز است. خوش اومد. از میمانوازی جان ات میمانوازی کلگی میکنه دل ما نمیشه که بریم طرفی گاور. نره دیگه قربانتون میجا باشین جای صحیح. بخیر باشید سلامت بخیر باشید. باشید. دوستای عزیز شما تلاوت نجیب جان شنید واقعا بسیار یک انجره خوب بسیار یک آواز خوب. دوستای عزیز شما دیگه تصاویر زیبایی از مزار ببینید تا پایان برنامه ما را امید کنید. ما در شهر زیبای مزار شریف هستیم. سلام میادر. سلام. خوب خوب هستید؟ هستید؟ خوب است. بخیر هستید؟ بخیر هستید. خیر. بخیر باشید. اول به دوستا که خودم معرفی کنی. محمد صابر سیرت هستم، باشنده شهر مزار شریف. محمد صابر سیرت. بله. متعلم هستی یا محصل؟ محصل بودم. خلاص کردی؟ خلاص کردم. کدام رشته؟ فارمسی. خودت باشنده اصلی شهر مزار شریف هستی؟ از ولایت پروان هستم لیکن باشنده مزار شریف تقریبا در حدود 25 سال 30 سال میشه مزار آمدیم. خودم 20 سال هستم تا حالا در مزار شریف. خب یعنی خودت در مزار شریف زندگی میکنی اصل وطن کی است؟ پروان است. بله. چطور از زندگی بود؟ چطور از مردم کاروبار چطور هستن؟ آب و هواش چطور است؟ شکر یک نیمی آب و هواش مسئلهش هست که نه بادش معلوم است نه شمالش معلوم است هیچ چیزش معلوم نیست. یه مثل یک خرابی میکنن. مثل بعضی ولایت‌ها هست که میگن نه بارش بار بود نه زمستان. زمستانش سرد است بهارش گرم است. در زمستان از خنکی میبری در بهار از گرمی میبری. خب این باز جلبات هم که هست همونطور است. در بار که هست از گرمی میری زمستان که هست یخت میشه. کدام مردم بیشتر زندگی میکنن اینجا شکر از هر قوم زندگی میکنن. قوم پشتون، تاجیک، ازبک، هزارک کلا یک جای هستن. تو مستقل نیست که مثلا تنها یا پشتونا باشه یا ازبک باشه یا تاجیک کل باشه. اقوام زندگی میکنه. هر قوم از خود رسم رواج خود داره دیگه. تو ازبکی میگی شه پشتو یا داری تو فارسی پشتون هست. پختونی پختونی که اصلا خبر میگه پختو کیو که چیشه در دغه مزار دغه خواړه کنه مشهور خواړه چی دي زه د منتوی دغه دی مشهور دی نور پلاو دی قابلی پلاو دغه شمال کې دا بالخصوص دغه قابلی پلاو او دغه کباب شدي ډیر مشهور دي منتوی لکه چې دغه مزار خلک ډیر خوښ دي کومه خبره ده د منتوی او بل پلاو قابلی پلاو د جمال پلاو ته وایي از داغه اعلانات هم میشی مشهور است جمال پلاو دی احسان پلاو دی در سودانی دی که قابلی ورکی زمین جان دا کرته وای چې د مزار کې بغیر د روضې څخه نور کوم ځایونه دي ښایسته د لیدو لپاره سړی لاړ شي ښایسته در لیدو ځای دشت شادیان ده که هغه که ځای نه لري نور پستهزار ده پسته مزار اندازې ډېر ځایونه دي لکه هغه خاطر حیرتان باندې دشت شادیان ډېر ښه ځای ده د چکر ځای ده د ټول هر شی ځای من خوشحاله اوسئ خیر سلامت ژوندی دوستای عزیز با شما تصاویر زیبای شهر مزار شریف می‌بینید تا پایان برنامه ما را